سلام بچه‌ها، خوبین؟ امروز داریم میریم یه ولاگ خیلی خفن بگیریم. الان رضا منتظرمه برسم پیشش که بریم بچه‌ها رو جمع کنیم، یه سری خریدا رو انجام بدیم، بریم ببینیم کجا می‌خوایم بریم. امروز بریم برای ادامه ویدیو. پلی زدم بیرون. اینا من ایرپادمو یادم داد، حالا باید برم بالا ایرپادمو بیارم. خب ایرپادو برداشتم، حالا بریم دنبال رضا. البته رضا اومده دنبال من، منتظر منه. خب ظاهرا من اومدم دنبال رضا، از باشگاه اومده بیرون، هوس کرده مکمل بگیره. بریم تو مغازه. مرحبا. آقا رضا در حال خرید میباشد. بنفشه رو بگیر، خرجش هم باید من بدم. خب آقا رضا خریدش هم کرد. پلن چیه امروز؟ سوء استفاده میکنه یوتیوب برام برای خوده. خب الان باید بریم بلگرام MDF دزدی، بریم دنبال MDF بگردیم. MDF بهترین زغال رو میده واقعا. بریم خرید کنیم، بچه ها رو جمع کنیم. اینم که منتظر منه بشینم تو ماشین. ماشین رو باید تو پارکینگ بذاری کنار خیابون که جای ماشین نیست. بیا اگه سریعت برات پروتئین خریدم. خب بریم قصه ببینیم گوشت چی داره. ولی خوبه، زیاد داره، این خوبه. باید که مرغ نیاز نداریم. به سخونه رو خب 2 کیلو شد این گوشته، 1650 لیر. سخن شغاله بگذار. الان جداش میکنه قشنگ گوشت و سخونش رو. یه مقدار هم دنبه میگیریم. به آفرین تمیزش. ما هم که اینجا منتظریم. اومدیم نون لواش بگیریم. این لواش یه ذره شبیه لواش ایرانه ولی متاسفانه خمیرش زیاده. منم فرستادن خرید، ببین چی هم فرستادن. خب پیاز میگن با کباب خیلی خوشمزه است. 2 تا پیاز برمی‌دارن. پیاز بفرمایید، حالش رو ببرید. البته بذار رضا بیاد تو. خب نسکافه میخواییم. بچه ها چایی میخورن، من چایی نمیخورم، کنارش نسکافه میزنم. خب آدم نمیدونه از کدوم بر بره. خب لیوان میخواییم، لیوان کاغذی. خوبه یه بسته بس. یه خریدمون تموم شد، بریم برای حساب کردن ببینیم. نوشابه رفتیم، لیوان هم برداشتیم. این ما چقدر بچه سالمی هستیم. این همه مشروبات الکلی اینجاست. ما رفتیم سراغ غیر الکلی ها. بچه ها بدن سازن دیگه. بسه تکبیر نگید. در حال فکر کردن. بینم یه تخم سگ.
نه اون تخم مرغ. به این بوم میگه تخم سگ. برو بلند شو تخم سگ. وسیله رو انداختیم این پشت و فقط بریم دنبال MDF. البته MDF یه مقدار داریم ولی کمه، بریم پیدا کنیم. الان باید بریم دنبال بچه‌ها. ساعت چنده؟ ساعت 5 دقیقه رسید. ما اینجا جلوی اتوبوس‌های فرودگاه وایسادیم منتظر آریا. انقدر نعمت به ما گفتن حرکت کن، این تاکسی به اونها همه گفتن بریم. الکی مثلا ما حرکت کردیم. آریا کجاست؟ به آریا هم بالاخره رسید. بر طبل شادانه بکن پیروز و مردان. بیاین که بریم. علی هم رسید با مایتابه. دنبال MDF میگشتیم چی پیدا کردیم. افتتاحیه کبابی. ماشاءالله دنسر. به آقا مهدی هم اومد. ویدیو بگیریم. ما هممون درشته‌ای کردیم ولی آقا مهدی دیگه مسنمونه. مسنم نیست، من الکی تو ویدیو دارم میگم. افتخار بشیم جلو بشینه. بفهم داش مهدی. بفهم. من وسط عمرم برم. من وسط. من وسط. تو از اون بار علی میاد وسط. علی تو بیا وسط. میگم بیا وسط. بذار من از این برم. آقا من نذار وسط. بعدم در باید چیز کن. برو تو حالا سیگار نکش. نه سیگار بعده. سیگار بعده. تو یوتیوب من سیگار نکش. داستانی داریم ما. این وضعیت ما. نه به سیگار. به خدا. حالا میخوای آبسیت ما رو ببری الان تو این وضعیت. آریا یه باز بسته کن. شما من بسته است. میدونم. هی. آرنده نذار سیگار بکشه. خودش داره سیگار میکشه. خب ما رسیدیم به لوکیشن جنگل بلگراد. البته امروز شنبه است، فردا هم تعطیله، یکم شلوغه ولی خب اینا چند ساعت دیگه میرن. ما احتمالاً تا پاسی از شب بمونیم. ساعت هم 4 شده. ما احتمالاً بریم اونجا. بچه ها واقعا از زیبایی اینجا هر چی بگم کم گفتم، ولی هیچی جنگله شمال خودمون نمیشه. ولی خوبی اینجا اینه که بهش میرسن. بعد وسیله بازی برای بچه ها گذاشتن، سرویس تاشی داره، حتی مسجد گذاشتن این بغل. بعد کسی رو زمین آتیش روشن نمیکنه، همه منقل دارن برای خودشون. این آپشنایی که مردم استفاده میکنن، رعایت میکنن، نمیذارن مشکلی برای طبیعت پیش بیاد، دارن هیزم جمع میکنن. ماشاءالله آریا. به به به. آقا آریا در حال
بریدن چوب برای هیزم. لایک یادتون نره. باریا اون کنده رو زدیم زمین نمونه کار لایک بردیم. خب ببینید ما اینجا قشنگ از این منقلا داریم برای آتیش، بساط هم چیدیم اینجا. حالا باید هم مشمو در بیاریم. آتیش هم که شاهکار علی آقاست. ماشاءالله رضا. به به. بچه ها واقعا جاتون خالیه. بچه ها دارن ریلکس میکنن کنار آتیش. این هوا ساعت هم تقریبا شده 6. هوا هم داره تاریک میشه. 26 بره تو 6 نفر از خانواده‌ات همه از رو بیرون مزدور. خانواده دیگه هم البته اونم یکم دیگه میرن. به به. هوا تاریک تر میشه گرازا هم پیداشون میشه. ببینیم امشب گراز میاد سمتمون یا نه. خب تازه ساعت نزدیک 7:30. یه خانواده دیگه اومدن اونجا. ماشاءالله یه اسپیکر خیلی بزرگی آوردن، میکروفون طوری میخونن. الان که یکم گراز از اینجا رد شد، حالا من تا اومدم فیلم بگیرم رفت. سریویات براتون تونستم میگیرم. بچه هم که نشستن در حال ریلکس کردن، موزیک گوش دادن. هم که من البته دیده نمیشم. کمیام دورتر. ماشاءالله کم بوده بیزم. هر کی یه تیکه داره میبره. ماشاءالله رضا. 1/3 من رفتم. بعدش نوبت علی آریا. خب گرازا هم اومدن. بچه شو یه گروه اومدن اینجا. اصلا آتیششون از این زاویه خیلی ارتفاع داره. علی هم که مشغول درست کردن آتیش برای کبابه، اونم که برای گرم کردنه. آقا آریا هم بالاخره این چوبا رو برید، زحمت کشید واسه ما. دست شما در نکنه. علی آقا مهدی هم که مسئول هندل کردن این زغال آتیشن. کار اصلی هم که آقا رضا انجام میده. چاکریم عزیزی، لطف دارین. تاج سری عزیز. چیزی نیاز نداره. دست شما در نکنه. مرسی. بفرمایید بفرمایید. اینجای همتون اومدی؟ به به. آقا رضا چک کرد واسه ما. بعد لیمو اینجوری کنه که عطر لیمو، پوست لیمو بخوره به این گوشته. گوشت و پیاز و لیمو و ماست. خدا حافظ. منم که باشه دوربینم دیگه واقعا
داشته گرم با بچه‌ها. مرسی که تا این موقع با ما بودید و الان ساعت 1 شب ما هم وسیله رو جمع کردیم با بچه‌ها. داریم میریم سمت خونه دیگه. لابا سابسکرایب هم یادتون نره. مرسی.